Alioscati. Cassiamia. Ani گوشی به خیالم گوشی را کسی موردش با نگی اینجا که آدمیه تو خیرات بستو خاطر کسی شک نکنه وزد اگه مرتبه گفته که لا بغل تو چیه بگون گسالیه نه بگو پتیم بدگی من چی بگون با مردم اگه آمده خیرات کچو برادرای خیرات بدیم بیوزانم چی بیوزانم بله همینجا یک بچگاه چلچلی ندید از اینجا تیر شه بله یک بچگاه چلچلی ندیدیم میوای به تاروی ریخته بود از اینجا تیر شه بچگاه چلچله 20-25 ساله بود نه برارم بچگاه چلچله نه برارم همه تقریبا همینجا نیم ساعت میشه میامدن خیرات میستونم برارم چرا برار گلم چیکار شده ما واسکات خور به سر درخت به چینگا پل به سر درخت زدم برفتم به او سرپل تا سعی کردم دیدم پشت خم زده بیام از واسکات اثر درخت وردش گوشی وردشان گوشی را اثر ده اتا کسی وردش ببرد بیلا بچگاه که به چلچله هی رنگا که تو با خاک شه از این مسیر تیر نشو نه برار من خیلی وقت اینجا شیشته من ناماده تو اینجا چیکار میکنی خیرات من برار اینجا خیرات تا کوچه با همه جا بشیشتم برار گفت تو اینجا اگه همادک بگو خیلی خیرات یک دفعه کیتیر برار جو سکو بچگیت موهای تقریبا ایت زرد بود خوب خودی همیت سفید سرخ سفیدی بود سرخ سفیدی چلچلی بود چلچله میفهمی بله جوجولکه فهمیدم بله سند بالا 20-25 میشد اگه آمد گوشی به دستی بود اگه پوش سفیدی داره پوشی سفیده بله بفهمیدی بله اگه آمد اگه اینجا تکون ندی میام من شیرینی تو رامو تا دبل میدم خب بابا چشم کلوچه بیاره شیرینی آمده işte میجه مرتکه میده میگم لالا جو خدا تو خیلی بده آری گپ بچه لالا کدی تو را کدو لالا امی لالا که از تو میپوشی ایتا چیست گوشیر بجینده خدا تو خیلی بده لالا تو چلی برو نیه نه دیگه لالا من میرم مناله به تو یک سدی پیل خونه خور میدارم میام به تو میدم سدی کشتی گیشی بالا کردی برو شیر مادر تو چکار کنی؟ شیر مادر وظیفی تو نبرار بله برو یک یادگیری از کمر بگیر بگیر باشو باش چشمام چری تو چکا پوکا برار خود تو کدی برار من میرم دیگه خوبه ای طرف بچگاه من ایتا میرم اصلا خوب تو سدی پیلی بیارم برو بیا زیدی بیاری بیار شما گل تو بچگاه که ندیدی بابا یک دقیقه گوشی مرا تا کسی واسکات نوردشتم ببردم بچگاه خورده بودم میتام جمع گل همی چلچلوار میگی نه کنمی چلچلگاک بوده مال همی تولکی پیش متیر شو تقریبا سن 20-25 سال سندی رختا پستگی هم با باره بود آفرین موهایم به تروی ریخته بودم همی طرف برو با بیلا جمع گل گوشی با بیلا ای همی چلچلگاک بوده ای گوشی رمزون وردشته و ایت میجسته کاش گیر میگرفتم ای رنگ تو بگور شوی مشون بکدو لعد بجیس برا دلوغ محضودم بزی زحمت کشیدم چیکار کنه ماما جان ببخشم برادرم خدا بخش ماما جان سلامت باشیم برار یک بچگاه که میتونیم شما ندیده باشیم بچگاه که؟ بله خب ما با این محل زندگی میکنم اسمش چیه ماما جو؟ اسم برار نمیفهم اسمش چیه منتا یک چیزی بید ما به کشی بالا شیشته بیدم خب یک بار ای بیامده گفته برار امی پتو قربان نمال قایم کو
خب بفهمیدی میدویدک این ما به زیریم پتو قاین کردم گفتم البته این کسمس میزنه گفتم خیلی باشه دل ما بسوخید بزی برار قاین کردم یک و دیدم مرتکک چاغلم بگه که بیام یک تک برار همه تا چل ندیدی 25 20 سندینه انا این گوشی ما بجونده انا بجسته من این قایم کردم نه نشون ندادم یک باری بچه که وقتی زیت موهای بتر روی رخته بیدک چلگه که بیدک انا گوشی بودین دیوی گفت من میرم با تو سیدی میارم خیر بینی مال قایم کردی انا برار من میرم نگفتم برم حداقلم سیدی مال بده خب ما زحمت کشیدم برار ما کوالکی 100 دین اینجا اون نگاه نداشتم همه سیدی ما گفتم اگه بدیدیم شما بستونم گفتی چلیه بله مو روی رختیه ها خب این نشونی هایی که تو میدی که بچه منه بزی منطقه همین نشونی که تو دادی بچه منه بچه من دوز نیه که کجا که گوشی بالا کنه گوشی بجنده بید ماما بچه شمانه یا بچه کینه بعدم مثل دریپیمه هرستی؟ بله میتا بچه تربیه نکردم که گوشی با جونه که کجا خب حال خودی ما پول نیه که کجا باش ما برم از بچه خود تحقیق کنم بپرسم که این گپ تو راسته یا نه که کجا ما کجا بفهم که کجا پس تو یک کاری بکن خب بیا یک خونه من نغزیکه خب یک دفعه بیا بریم سه کنیم آیا این بچه ما دوزی کرده یا نه اگه بچه ما بود که ما برای تو 2 ساعت میدم اگه نبود که دیگه ما به خاطر بچه خود سلات نکنم بیا با کجا انا ماما انا بچه همین بودک بله سلام علیکم و علیکم کجا بودی؟ بچه خونه چیکار میکردی؟ هیچ این میشناسی؟ نه من چی بشناسم بیشتر که عمل به جلوی روم خورده مگه من یک سدی بچه تو پول مایم اصلا بابا من نمیشناسم برار تو سدی چی میاد سدی نمایم از تو پول سدی که ایت شالا گفتی بندم به تا سر مگه گوشی نجنده بیدی حالا من خاطر به پیارتی چی نگفتم حالا میگم گوشی چی بیدم از اون چرا تو دروغ میگی خوبه خند میندازی یادم همی کلونی دروغ میگه بله من چی میشناسمی این چیه با کسی تو؟ این گوشیه از کجا آوردی؟ اشو خوری منه شو خاله تو که ما گوشی رو میشناسم این گوشی را کجا آوردی که من چپات من تا گوشتو میزنم راست خور بگو همی آدم را سلمان راست میگه اون میگه بزیر پتو عمل گفته گور قایم ماما جان من یک بار میگم به یک بار میگم من یک بار شیشته میدم مرگ خود الله بالله میکنه ماما بعد نیم چشمک بزنه من میگم شیشته بدم و تاجو غلط یک باری بی اومد میده ویدا گفتک لالا می پتول بند بالا من قایم کو انا میل قایم کردم مرتقا کی بی اومد گفتک کی تا دو زنا دیدم گفتم نه ای که بریشی گفتک گوشی بجوندم تو میرم مسئله کو سیدی میارم همین دیوال که ما شیشتی بدیم میته گوانه می دیوال سلامونه این 2 ساعت بعد میپالو من همیشه طور نصیحت میکنم بچه خوب بگردم به مسجد به مکتب میری برو خو راسته برو راسته بیا ساعتی که بیکار میشه بیا بشی بخونه مخشاخو نوشته کو تو به در میشی به تک کوچک گوشی ها مردم میجونی ها یک وجب قطع تو بیخی تو میته بچه بعدی شدی که چی بگم سکو کوکو جیگر این مال دوزیه کی آدم بجونده خودتم بگفتی خودتم میفهم اگر من همول سدی بری تو بدم بازم پول حرام میشه کوکو جو انال می سدی این گوشی ور میدارم میبرم به خودی بچه خو به دست طرف از هر جا باشور پیدا کنم کوکو جون این پولی هم که ما با تو بدم این حرومه کوکو جیگر تو هم دیگه کار نکن خوبه ماما جو خیر بینی از هر منطقه که هستی خب گوشی را کجا بردیشتی راست بگو راست خوب بگو از کجا بردیشتی گوشی از اینجا بابا با تو میگم راست خوب بگو راست خوب بگو از کجا بردیشتی گوشی از از کسی مرتکا میشناسی طرفه نه چی میشناسم جایی که بردیشتی بلدی برو ماما جان اگه چای میخوری به خونه بفرمای من به خدمتم چای میخوری ماما جان نون چاشت برو ماما جان خداحافظ تو ماما بدردم از کجا بردیشتی دیگه بگو این همی گوشی بچگی که گوشی جونده بوده ببینه بله ماما جان سلام علیکم لالا تیاره اشتن لالا جگر باز معذرت گوشی من برو کسی رو کرده تو راسم بالا یا کوکو جگر بیا کجا پیدا کردم بیا یک اینجا بیا صبر کن لالا ببینم خب سر تو شه کجا پیدا کردیم لالا ببخشید برورم این بچه منه
بچه شما نه بچه من بارز معذرت یعنی من همیشه ایر نصیحت کردم که بابا جو برا خو راسته برو راسته بیان لالی گوشی خور بگیرد برارم ما اگه پدر بعدی می بودم یا پدر خلافکاری می بودم لمی گوشی تو به بچه خود تشویق میکردم خوب کار میکردی بابا جو انا می گوشی گار تور بیاوردم لالا جیگر راست میگی اشکال نه خیره باشه کار نه خیره لالا خیره لالا جو خیره باشه یک دفعه دیگه خوب خیره باشه این کار نکنی تو به تامی جو لغت میکنم خیره اشتباه بکرده بچه بده کاکا جو سیکو تو حالی که ایت مثلا به 13 سال بیای گوشی را تا کسی واسکت مبود جونی حالی گوشی ارزش نداره جنجال و معرکه و سیم کارت تو اینه اون از خیلی جنجال داره تو یه ارزش نداره خود تو صبح دیگه کارا دوزیا کلو نمیکنی آدم آفرین نمی پیار تو که همی گوشیر به دست تو بدید پس بیا مادور بداد به دست مداد این کارا نکو خوبیت نداره عوض از این کار درس بخون زحمت کش و میارزه کبریمو ببری نه خدا نکنه کاکا دیگه پر نزنه می فدای سر شما برارمه این ارزشی نداره خیلی باش دست ما نمیگیری میتونم چپات بام تا گوش از خیره کار نگیری خیره ببخشیم لالا جیگر خدا بخشه معذرت خیلی میکنم بازم از طرف خدا بخشه بچه کار کرد اشتباه میکنه دیگه بعضی وقتا چون میفهمم ولی برای از این درس میدم حالی نه باشه به سرابو برو نه سعی کنیم یا خواهش ما شما دارم ما به ایسا برای خورد شما به خدا اگه به جون دست بزنه میگم کاکا این عشبی هم هسته کمی پیام هم هسته خیره باشه کوکو جو برین خیره ببخشید وقت چای نون ما به خدمت دل جان باشم امیت که از اون کیسی رو بدر کردم سه سالم بیا آوردم ما قرآن جرام بلد ببخشید خیر باشه خدا حافظ چلا شو دیگه نه که بزنیم لالا چش لالا جیگر ببخشید چش آفرین تو پیار که بچه تو گوشیر بوجون با پس تو بیاردی بریدی به دستم خیر بینه خدای پاک تو خیر بده